یکی از مهمترین صحیفه تاریخی اجدادان خلق تاجیک این زمان موجودیت مدنیت سغدی می باشد که رنگارنگی و آمیزش فرهنگی آن از هنر والا، ذکاوت و ثروتمندی، هنر تجارت، آزاداندیشی و جهانبینی مردم سغد باستان شهادت می دهد. چون سخن درباره تاریخ و تمدن سغد می رود، پیش از همه پیش چشم و در افکار مورخان و کارشناسان حجت‌های سغدی از قلعه کوه موغ پیدا گردیده، چون خورشید سحر پدید می گردند و دانش‌های تنگ و تیره ما را عاید به تاریخ و مدنیت سغد و سغدیان روشن‌تر می کنند. زیرا یادگاری مذکور برای کشف یکچند یادگاری دیگر زمینه علمی فراهم آورده بود. قلعه موغ، آثار جاویدانه و گنج تاریخی باستان. قلعه موغ یکی از یادگاری‌های بزرگ فرهنگ قدیمی اجدادی تاجیکان بوده. آن در قسمت شمالی جمهوری در شهر استرافشن ولایت سغد جایگیر است. عالمان پیدایش آن را به عصر 5 تا میلاد برابر می‌کنند. این قلعه جزئیات‌های قدیمی بهترین با سبک ملی معماری شده را دارد. قلعه در بلندی 1040 متر از سطح بحر جایگیر بوده. درازی دیوارهای آن 600 متر و میدان عمومی آن 6 گکتار را تشکیل می‌کند. تابستان سال 1933 با رهبری شرقشناس مشهور فریمن در قلعه حفریات ارخئولوژی گذرانیده شد که در نتیجه بیش از 100 اشیاء نادر یافت شد که به عصرهای 3-2 پیش از میلاد راست می‌آیند. این مکان تاریخی خیلی زیبا و تماشابا بوده، برای سیر و سیاحت موضع جالب دقت سیاحان میباشد. خاکت لذیذ است، چو شربت گشته است آبت لذیذ است. لذیذ و شربت آبی زلالت، همه مشتاق دیداری جمالت. لذیذ و شربت آبی زلالت، همه مشتاق دیداری جمالت. برایم مادری غمخوار تو هستی، عزیز و دلبر و دلدار تو هستی. تو را گاه سفر من